شما چطور نمیدونستین که آقای مثلا عسکر اولادی دینش اسلام نیست؟ شما چطور نمیدونستین که آقای شریعت مداری حسین شریعتی دینش اسلام نیست؟ شما چطور نمیدونستین؟ چطور من میدونستم در سن مثلا 18 سالگی کل کشور دست بعضی از آدم هاست و دست روس هاست؟ شما نمیدونستین؟ مگه میشه؟ شما چطور نمیدونستین که پدران آقای لاریجانی لاریجانی یهودیان؟ چطور نمیدونستین؟ شما چطور نمیدونین آقای رایفی پور یهودیه؟ چطور نمیدونین؟ چطور شما نمیدونین فامیلای آقای احمد نژاد یهودیان؟ چطور نمیدونین؟ چطور نمیدونی اتاق بازرگانی دست یهود بوده؟ شما چطور نمیدونی؟ چطور نمیدونی که بزرگترین خدمت رو به یهود احمد نژاد کرد؟ چطور نمیدونی؟ چطور نمیدونی که یارانه ها رو درست کنی پدر ملت فقیر در میاد؟ چطور نمیدونی؟ چطور نمیدونی وقتی یارانه‌ای به وجود میاد حتما خانواده متوسط به فقیر بدبخت تبدیل میشن؟ چطور نمیدونی؟ چطور نمیدونی که آقای شاهروجی که اون بالای شاسکول بزرگ نشسته بوده توی قوه قضاییه عراقی بوده و تفکراتش تفکرات احمقانه بوده و به زن و بچه ایرانی در قوه قضاییه تجاوز کرده؟ شما چطور نمیدونی؟ شما چطور نمیدونستی که این شعاری که کربلا کربلا ما داریم میاییم یعنی کربلا کربلا بیا دهن ما رو سرویس